من حقیقتا اینجوری که حس میکنم آدما رو باید دوست داشته باشی، فارغ از اینکه کی هست. وقتی آدما رو دوست داشته باشی دیگه مهم نیستش که داری چی کار میکنی، تو آدما رو دوست داری، بعد دنبال نتیجه هم که نیستی که ببینی آیا اون دوستت داره یا نه. تو آدما رو دوست داری، پس این کارا رو انجام میدی. یعنی مراقبت از نظر تو یعنی همون دوست داشتن. آره دیگه، به نظر من وقتی آدما رو دوست داری دیگه مهم نیست اصلا چی کار داری میکنی، تو برای خودت داری انجام میدی، برای اونا نیست، برای اینکه خودت لذت میبری. تو اون چند سالی که نیومدیم به خاطر میگم فوت مادر بزرگم، اینجا فامیلایی بودن که میومدن میرفتن میگفتن که تو خدا بیاین چراغ این خونه رو روشن کنیم، چون وقتی روشنه مثلا ما حس میکنیم مثلا اوستا بابا هست، بابا بزرگ من میگفتن، آره، یا میگفتن خاله هست فکر میکنیم. و وقتی که اینجا روشن کردیم خیلی هاشون خوشحال شدن، همین همسایه‌های دور و بر یا فامیلایی که میومدن، برای ما یه جورایی سر گذریم تقریبا دیگه، میان رد میشن همیشه میبینن اینجا رو. بافت مثلا شهر انگار یه بافت مثلا جوریه که همه همو میشناسن. آره دقیقاً، این یه تیکه مخصوصا چون بافت قدیمیه، یا روستا که بود اینجا بافت قدیمیش بود، حالا الان تبدیل به شهر شده ولی این بافت قدیمیش هنوز حفظ کرده، آدمای قدیمی هنوز هستن، حتی مثلا همسایه‌ای که ساختن ساختمان‌های مثلا 3 طبقه ساختن بازم همون آدمای قدیمی نشستن. تابستونا می اومدید بچه بودید؟ آره دیگه، عموما تابستون، چون زمستون خیلی از خود ساکنین هم نمیموندن، یعنی بعضی وقت حتی زمستونا من پدر بزرگ مادر بزرگم هم میومدن خونه ما، میرفتن خونه هم. اینجا هوا خوبه، یه جوری ایلاق قشلاق. دقیقاً، زمستون خیلی سرد میشه، زمستون خیلی آزاردهنده است سرماش، بعد نمیتونن از خونه برن بیرون برای تامین مثلا حالا حتی مرخصی روزانه تو زمستون، ولی مثلا اگه یه ذره سن و سالشون بالا باشه دیگه اذیت میشن، ولی تابستون خیلی راحتن دیگه. تابستون من حتی تا آخرین سالهایی که پدر بزرگ مادر بزرگم بودن تابستونا میومدن همینجا. چه سالی فوت کردن؟ من پدر بزرگم سال 80 فوت کرد، مادر بزرگم سال 95 فوت کرد. ولی شکلاتی چون آب آلوه رو هم بده بزن. خدا من سر خود برگردم. مایه هم گذاشتی، همه رو دستمال اینجا هست، مایه هم هستش. مایه رو نذاشتی؟ نذاشتم، هستش. مایه رو بذار، مایهش چیز بود، آبکی بود. خب من برم بیام بعد میذارم، مایه همونجاست. برو. تو محبوبه هست که شاید اصلا شرط بیاد، نمیخوام شما رو زابرا کنیم. بیاد اتفاقا. بگو من میام برمیدارم. ماشین رد میشه.
شب بخیر. یه میگه همیشه قبل همه بیدار میشی این همه کار میکنی، خب این عادت زشت رو از کی داری؟ نمیدونم از کی شروع شده، ولی خب کار خودم دوست دارم. چه حسی بهت میده؟ یه زمانی شاید حس مفید بودن بود، ولی الان دوست دارم. یعنی صبح که پا میشم این کار، اول اینکه صبح میرم بیرون خوبه، سر صبح میرم بیرون یه حس خوبی دارم از این نظر که میرم بیرون برمیگردم. بعد حس میکنم کاری که باید یه نفری انجام بده، من خودم هم که دوست دارم خب من انجامش میدم. بعد اینکه مثلا همه خوابن، اینکه مثلا تو بالاخره از خوابت میزنی این کار میکنی، حس خوبیه برات. مثلا فکر نمیکنی که خب چرا مثلا مهدی پا نشد بره، همش من دارم میرم؟ نه ببین، به نظر من مثلا وقتی همه آدما هر کسی کار خودش رو انجام میده به وقتش، منم الان میتونم این کار رو انجام میدم. یه موقعی هستش که من نشستم بقیه دارن کار میکنن، من هیچ کاری نمیکنم اون موقع، ولی خب بعضی اوقات هم از کار از دست من برمیاد دیگه. حالا الان صبح منم که سرخیزم پا میشم میرم. دمت گرم. مخلصم. فکر میکنید تو جمع نقش چیه؟ سوالو سخت میپرسی، یعنی چی؟ مثلا برای خود من اینکه تو صبح پا میشی میری، من داشتم نگات میکردم برام جالب، همه خواب بودن، صدای خورخور بچه ها و جز آبتین هیچکی بیدار نبود تقریبا، جز من و آبتین و تو. میخوام بدونم که مثلا وقتی که بیدار مثلا تو خونه ای احساست اینه که مثلا باید برای رایان پاشی این کارو بکنی، برای هدا مثلا این کارو بکنی، ولی تو جمع که هستی خب این جماعت بزرگتر میشن. میخوام بدونم همون حس پدرانه است، احساس مسئولیت، خودت بگو بهمون. ببین فرقی نمیکنه مثلا کی هست کی نیستش. به نظر من که حالا رایان با مثلا آبتین فرقی نمیکنه، جفتشون آدمایی هستن که عزیزن، دوستشون داریم، واسه همین انجام دادنش خیلی فرق نمیکنه که حالا برای آبتینه یا برای رایانه. پس یه جورایی به نظرم حس من اینه که از آدما مراقبت میکنی. بهش اینجوری نگاه نکردم، شاید هم این باشه، شاید این باشه واقعی از این کار. چه کردی دایی ما؟ آره روغنش ذره داغ شد. دمت گرم. یه ذره باید چیزم گیر بیارم بزنم، نعنایی چیز بزنم که شیوید که فکر نمی‌کنم داشته باشیم. نعنا داریم؟ باید نگاه کنم الان چی داری میذاری؟ نیمرو؟ اون یکی چیه؟ این باید برشته کردم. اوه پنیر برشته. پنیر ریختم، حالا تا یه ذره چیزم ببینم نعنا گیر میارم. خدا نعنا داری؟ آها فهمیدم. کاری هم من برمیاد. الان آماده میشه. فکر کنم بچه سفره دیگه انداختن. آره سفره انداختن. بریم بشیم صبحانه بزنیم. که میشه که تو از این مسئولیتی که الان مثلا راجع به صبحانه برای جمع به عهده گرفتی فارغ میشی، چی میشه که فکر میکنی دیگه الان خوبه، الان دیگه بشینن؟ مورد به مورد مثلا الان سر صبحانه، خب باید صبحانه که تموم میشه، صبحانه رو که میریم سر سفره نشستیم همه دارن میخورن، میگم خیلی خوب حالا دیگه وقتشه دیگه. اینجوریه. حالا یعنی باید به یه نتیجه برسه که کارم تموم شه. یعنی میشینی اون بالا نگاه میکنی و کیف میکنی که همه چی سر جاشه و
آره تقریبا اینجوریه. خب پس این من فکر میکنم همون حس پدرانته. شاید انگار که تو جمع پدر همه میشی، فقط پدر رایان نیستی. این کلیت اینه که وقتی همه آدما رو دوست داشته باشی دیگه فرقی نمیکنه که الان این رایانه یا آبتینه. خیلی دیگه زیرش داغ شد. بذار من کمترش کنم. چند نفر صفر میخورن ها؟ آره بنفشه و اینا صفر. بیا پیش بابا اینا آماده شد، زحمت بکش اینو بگی ببرش مثلا. بگو اینوریا پنیر دارن، اینوریا پنیر برشته. آره اینایی که اینور میذارن پنیر دارن یا پنیرش میبینی خودت. ها اونوریا ولی ندارن. اوه چی شد؟ رایان روزای تعطیل که بابا خونه است 8 صبونه براتون میذاره. چیا؟ اکثرا دوست داریم یا با هم املت میزنیم خب یا مثلا نیمروهای خوشمزه، نیمروی اسپشیال. نوش جان. چایی چرا؟ چایی دمش دست در نکنه. ایمان بیا این چایی میخوری؟ تنت توی اون لبست. یا ایمان بدون فکر نمیگه. چای برای من چای بزرگ. چای برای بزرگ برای این که هما جان. بیا چای بزرگ برای اوشون. رایان چای کوچیک یا بزرگ؟ همش تو آشپز. ورژن سمنانی پنیر برشته. رنگش رفته. من نفهمیدم سمنان خلاصتون رفته هست نیست. ولی بابا تو چی میخوری بابا؟ شما این که سفت زردشه برای من زحمت داره. اینو؟ آره چشم که کسی نخورده. بفرمایید. ایمان نمیاد؟ نه ایدار صداشون پدر معنوی جمع آمدم چیه؟ اینم پن این روست. تبریکه. قبول نیست. ایمان اینجا مهدی بیا بشینا. نه ما بریم اون گوشه، من یکم بیام اون ور. مهدی پنیر برشته معمولی. یا خونه برشته. همین شد چیز. اکتاوانه رو استفاده کن. کاری که دیگه باید انجام بده. اون مربا تو تنگی من خودم پختم. بعد نیلوفر نظر مثبتتون رو اعلام کنید. آره کار دیروزه این مربا تو تنگی. بخواه ببینیم چجوریه گذاشت. زای تو خدا از این بخوری ایمان. نه حالا ایمان بخته چه فرقی میکنه؟ به خدا گفتم برگردیدم یادم اومد که سبوس هم بر نداشتم. گفتم براتون کتلت لایجان درست کنم. توی لیگ تیما شد دفعه بعدی قول میدم. کلا کنسله به این نظر قربونکی من. نیست اومدیم خیلی شده یادم رفت بیارم. ترشی هم آوردی برامون؟ ترشی هم نگردی واقعا خیلی به نظرم پول تو تازه هست. آدم بسته گذاشته تو فریزر. میخواید همینجا براتون ترشی درست کنم؟ هیچی با خودتون ببرید. میشه مربا بخورم خانم دکتر رژیم. یه قاشق بخور. مربا که دل میخوری فکر کن دل خیار. ببین مهدی دقیقا همینجوریه، پلو میخوره همه چی میخوره، بعد صبح میاد میگه من دارم
ورزش میکنم بعد میره به ترازو 1 کیلو کم کرده. همه فقط اسم نگه من دارم ورزش میکنم لاغرش میکنم. وایسا دیروز چی میگفتی؟ اونو تعریف کن. دیروز چی میگفتی؟ پنجره رنگی بعد تا تهش بگو که برای بابا گفتی چی تا تهش بگو این شکلی ازت میخواد بکنی اینجوری میگه مامان فکر کن فکر کن مثلا یه خونه ویلای بزرگ هست، بالکن چوبی، بعد تو میری روی صندلی نندی بیرون، شیشه رنگی، چارچوب پنجره چوبی، بیرون داره برف میاد تو سرما، داخل بخاریه، تو داری یه چایی دسته داری چایی میخوری رو صندلی نندی داری تا تهش رو بگو بگو تا تهش بگو بعد دیگه نواهات هم دوره خدا یه ظرف باید بری هندونه رو بریزم توش. خاله ظرف امسال درخته خوب چیز نداده ایمان. نه این یه سال در میون میده 7-8-10 تا زرداری داره. اون سیبه بنده خدا با اون شرایطش چند تا سیب داده ولی ماشاءالله بار نداره. اونو سال پیش خیلی شکوفه آره داده خیلی بود. خوب امسال بودین. آره. سیب اونم خیلی خوب بود. آره کدوم قسمت خونه بیشتر از همه تو رو یاد مادر بزرگت میندازه؟ من این اتاق وسطیه. اینجا میشه؟ آره تو این اتاق وسطی میشه. البته قبل از اینکه این این وسطی درست بشه اون اتاق پشتی یه میز سماور کوچولو داشت، یعنی تو بافت قدیمی خونه یه میز سماور کوچولو داشت اونجا میذاشت. اونم خیلی خاطره داشت برام، یعنی هر موقع می اومدیم با محبت خاص خودش میگفت بیاین بشینید بهتون چای بدم. عزیزم خواهر برادرات هم بودن دیگه یادشونه دیگه. آره. بعد اونا مثلا تو نگه داشتن اینجا اصرار مثل تو داشتن 100%. من هم برادر کوچیکم چون برادر کوچیکم حالا به خاطر مثلا اتفاقایی که افتاده بود سر مثلا خود خانواده خودمون با مادر بزرگم خیلی مثلا بودن، یعنی شاید بیشتر از این که حتی من ناراحت بودم سر فوت مادر بزرگم اون بیشتر ناراحتی میکرد چون یه بازه زمانی کودکیشو با مادر بزرگم بود و تا 95 که مثلا اون 22 سالش بود 24-5 سالش بود با مادر بزرگم. این مراقبتی که صبح داشتیم سر غذا درست کردن میگفتیم همینه ها. تو خواهرات فقط تو نه از این خونه مراقبت کردید از اون روح مراقبت کردید از اون سایه مراقبت کردید. آره. میبینی معنی مراقبت واقعا شاید داره باشه. دیگه شو ببریم. آره عزیزم آره بیا. مرسی. خواهش میکنم بیا. این برای شما. هندونه دوست داری؟ آره. هندونه هم خیلی دوست داره. یواش گازش بزن دردش میاد. آره. چی خیلی میترسونتت؟ کلا چون گفتی آدم نوستالژی هستم برام جالب شد بدونم. من همیشه به رایان میگم هر چیزی راه حل داره به جز مرگ. تنها چیزی که میترسونه منو مرگ عزیزانم. یعنی چیزی که واقعا میترسونه، یعنی شاید از با خیلی چیزا کنار بیام، از خیلی چیزا مثلا واهمه‌ای نداشته باشم، مشکل مثلا مالی باشه، مشکل مثلا نمیدونم اجتماعی باشه، هر چیزی، ولی چیزی که خیلی منو میترسونه مرگ عزیزانم. یعنی وقتی بهش فکر میکنم میترسم. باشه عزیزم تو اونجایی که هسته نداره رو بخور. بدترین روز زندگیت کی بوده؟ بگم واقعا؟ بگواره. بدترین روز زندگیم روزی بود که به داداشم حسین گفتم که مادرم فوت کرده.
چون تو بیمارستان بود قبلش خبر نداشت و بعد ما رفتیم سر مراسم 40 و حسین رو آوردن با پای شکسته و روی ماشین نشست، یعنی روی کاپوت فکر میکنم نیسان یه کسی بودش اونجا نشستش، من پیشش وایساده بودم. بدترین صحنه زندگی اونجا بود. خواستم به حسین بگم که همه این آدمایی که جمع شدن برای مامان جمع شدن. تا اون موقع نمیدونست؟ نه. چند سالش بود؟ 11 سالش بود. 10 سال خورده ای. آره. تو چند سالت بود؟ من 20 سالم بود. 21 سالم. تا اونجا بابا شدی. به نظرم تا اونجا دیگه بابا شدی. آره واقعا الان خیلی از اوقات رایان رو میخوام صدا بزنم، میگم مثلا حسین. این حسینه که واقعا حسینم مثل رایان بر من بود. از بچه 11 ساله که مثلا تو اون شرایط اتفاق افتاد و باید مثلا همه زندگی رو تجربه میکرد و یه چیز تلخ تجربه میکرد و یه چیز تلخ شروع شد. زندگی دیگه گاهی اوقات بالا پایین داره. به قول آبتون یه جمله معروفی داشت از بچگی میگفت زندگی زندگیه دیگه. حالا که حرفاتو میذارم رو هم به اون نتیجه میرسم اینا چه حرف فلسفی زده بوده. زندگی زندگیه دیگه. آره زندگی زندگیه. بچه‌ها بیاین هندونه. رایان، آیلین